همراهان مسویدی عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بابت تأخیرهایی که دارم واقعا شرمنده بچه‌ها، من واقعا سرم خیلی شلوغه، چند تا کار رو دارم همزمان با هم انجام میدم، به خاطر همین یک وقفه ممکنه توی آموزش‌های یوتیوبم بیفته. توی این جلسه میخوام براتون یک کار گرافیکی خیلی خوشگل و زیبا رو رقم بزنم که ببینید بچه‌ها، داشتن این اطلاعات اگر شما بخواید وبسایت هم طراحی کنید لازمه که شما بتونید یک ایلستریشن خیلی خوب و تمیز رو با استفاده از حالا یا ایلستریتور و یا فتوشاپ انجام بدید. خب همونطور که میدونید عمده آموزش‌های ما و بهتره بگیم همه آموزش‌های ما در حوزه گرافیک بخش فتوشاپ رو شامل میشه. پس ما زیاد با نرم افزارهایی مثل ایلستریتور کاری نداریم و بیشتر میپردازیم به بخش فتوشاپی اونها. همراه من باشین، قرار یک ایلستریشن زیبا طرح کنیم. شما با استفاده از این ایده و روش کارش میتونید سایر ایده های خودتون رو پیاده سازی کنید و در وبسایت خودتون از اونها استفاده کنید. اگر از این دسته از ویدیوها خوشتون میاد، برای حمایت از من لطفاً حتما روی سابسکرایب کلیک کنید. اگه اون علامت زنگوله هم بزنین، به محض اینکه من یک ویدیو جدید منتشر کنم برای شما یک نوتیفیکیشن ارسال میشه، شما میتونید تشریف بیارین و ویدیو جدید من رو ببینین. برای حمایت از من و اینکه سابسکرایبتون احتمالاً نپره، حتما کامنت هم بذارین. دوستتون دارم. بریم روی سیستم ببینیم که این آموزش رو چطور قرار انجام بدیم. همراه من باشین. خب بچه‌ها، واسه شروع مثل کارهای قبلیمون از سربرگ فایل من نیو رو میزنم و یک پروژه در ابعاد 1080 پیکسل در 1080 پیکسل با رزولوشن 72 ایجاد میکنم که حجم فایلم هم زیاد نباشه. کرییت رو میزنم تا صفحه بلنک یا سفید من ایجاد بشه. خب از این قسمت همونطور که دیدیم قفل لایه رو باز میکنم و میخوایم کار خودمون رو شروع کنیم. همونطور که در عکس نهایی شما مشاهده کردین، ما یک باکس مستطیلی شکل این وسط داریم که کارهای کلیمون در اون بخش به قولی انجام میشه. به خاطر همین شما باید این منطقه رو مشخص کنید که دقیقاً بدونیم باید در کدوم بخش از تصویرمون کار کنیم. خب من این رو رسم میکنم خیلی سریع به این شکل، در مرکز کارم هم قرارش میدم. خب برای شروع شما باید همین باکس رو به عنوان زمینه اصلی بهش یه سری رنگ ها اضافه کنید. به خاطر همین روی قسمت خالی در این قسمت من کلیک میکنم دوبار و گرادیانت رو فعال میکنم. چرا گرادیانت انتخاب میکنم؟ به خاطر اینکه میخوام یک طیف رنگ ایجاد کنم، به خاطر همین باید از گرادیانت استفاده کنم. اگر شما خواستی از یک رنگ سالید استفاده کنید، میتونید از کالر اوورلی استفاده کنید. خب روی این قسمت من کلیک میکنم تا این بخش برای من باز بشه. هر تعداد رنگ خاصی فقط لازمه روی کناره پالتتون کلیک کنید و دستتون رو بکشید تا اون رنگ ساخته بشه. من میخوام مجموعه ای از تقریبا 3 تا 4 تا رنگ برای من به نوعی ایجاد بشه. به خاطر همین این 3 تا رو به این شکل قرار میدم. رنگ اولی از این سمت رو روش کلیک میکنم و در این قسمت روی این گزینه کلیک میکنم. فقط حواستون باشه به این شکل اول بکشینش بعد کلیک کنید که یه موقع مثلا یه دونه پالت دیگه هم ایجاد نکرده باشین که باعث مشکل بشه. خب رنگ اول که در پایین هست و میام توی این ناحیه و یک رنگ میتونیم از ناحیه بالا هم انتخاب کنیم، یک رنگ نسبتاً صورتی طور انتخاب میکنم برای این قسمت. این قسمت رو انتخاب میکنم و میرم توی رنگ های نسبتاً زردمون، اون رو به این شکل در میارم و در نهایت هم رنگ آخر رو همون طیف انتخاب میکنم ولی یه مقداری به نوعی تیره تر و روی سچوریشنش هم این مقداری کار میکنم که کمی تیرگی در کار من وجود داشته باشه. به این شکل این طیفمون شکل میگیره، اما باید یه سری تنظیمات انجام بدیم. بهتون میگم مثلا باید الان تعریف کنیم که میخوایم این رنگ ها به چه شکل باشن. من این
رنگ ها رو به این ترتیب میذارم. دوباره روی همون پالت گرادیانتمون کلیک میکنم و میخوام یک سری تنظیمات رو اعمال کنم. مثلا نمیخوام خیلی زیاد این صورتیه توی کار من باشه، خاطر همین اون رو خیلی محدود میکنم. علاوه بر این کار شما میتونید با استفاده از نوع دیگری از گرادیانت ها هم این کار رو انجام بدین، ولی خب حالا من بسته به چیزی که دوست دارم این کار رو انجام میدم. خب یعنی این کاملا سلیقه‌ایه و شما هر طیف رنگی که بخواین رو میتونین به این شکل انتخاب کنید. خب یه اسکیل داریم که اون رو تنظیم میکنم روی این حالت و این رو هم دقیقاً 90 درجه قرار میدم. خب کار ما به نوعی با گرادیانتمون تموم شده. اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید قالب پنجره برای من ساخته شده، ولی خب قسمت‌های مختلف داخلی اون رو ما باید روش کار کنیم. خب همونطور که توی عکس اصلی هم مشاهده کردیم ما یک سری ساختمون داریم و یک سری المان‌های دیگه. خب باید دونه دونه اونها رو کار کنیم. حالا من میام و ابتدا یک دایره در مرکز کارم رسم میکنم. دایره بعداً ممکنه دچار تغییراتی بشه، مثلا جابجا بشه، بزرگتر بشه، کوچیک‌تر بشه. ما فقط میخوایم اون رو ایجاد کرده باشیم. اون رو در این قسمت قرار میدم به این شکل. خب اوکیه. حالا قسمت خارجی رو میخوام مشکی کنم که بیشتر به عکس اصلیمون شباهت داشته باشه و کارمون ببینیم در چه حالی هست. اون رو کاملا مشکی میکنم از این قسمت و کلید اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید قاب پنجره ما شکل گرفته و به نوعی کامل شده. پس ما باید قسمت های مختلفمون رو هم ایجاد کنیم. روی لایه اصلی کلیک میکنم، آلت رو میگیرم و روی این قسمت کلیک میکنم که هم زوم اینه برای من انجام بده و کنترل رو میگیرم روی این قسمت کلیک میکنم که این لایه هم کاملا سلکت بشه. بعد از اون که این لایه کاملا سلکت شد شما باید شروع به کشیدن ساختمون ها کنید. از ابزاری مثل ابزار مستطیل من استفاده میکنم و به این شکل یک ساختمون رو در این قسمت رسم میکنم. اما چه رنگی براش انتخاب کنیم؟ انتخاب رنگ ها کاملا بسته به سلیقه شما داره، ولی خب من برای این کار یک رنگ قرمز مایل به جیگری رو انتخاب میکنم که نسبتاً به صحنه کاریم هم نزدیک باشه، اما دوباره از قسمت سچوریشن ها یک مقداری اون رو تیره میکنم به این شکل. خب بعد میرم قسمت بعدیم رو رسم میکنم به این شکل و در نهایت مستطیل آخر. اینها در طیف همدیگه هستن. حالا میریم ساختمون هایی که در دقیقاً سمت راست تصویرمون هستن رو تکمیل میکنیم. خب این هم از این بخش. حالا بچه‌ها برای اینکه لایه بعدی ما ساخته بشه، خب همونطور که میدونید در عکس‌های طبیعی هم هر چقدر ما از یک سوژه دورتر میشیم انگار مثلا اون سوژه مه‌آلودتر میشه. به خاطر همین زمانی که میخواید لایه بعدی ساختمون ها رو شما طراحی کنید حتما به این نکته دقت داشته باشین که بعد از انتخاب ابزار مستطیل رنگش رو هم باید تغییر بدین، اما دست به رنگ اصلی نزنین و فقط کافیه که مقداری اون رو روشن‌تر کنین.
همین کار خیلی خوب خودش کمک میکنه. اگر هم خواستی یه مقداری میتونید از این بخش هم اون رو دستکاری کنید. همونطور که میبینید لایه بعدی ما به این شکل در میاد. حالا من بهتون میگم یه سری راهکارها هست که این کار رو حتی بهتر هم میکنه. خب پس من ابزار مستطیل رو انتخاب میکنم و یک ساختمون در اینجا دقیقاً میکشم، ولی اون رو میندازم زیر لایه همه ساختمون ها و رنگ اون رو همونطور که بهتون گفتم جوری انتخاب میکنم که انگار در سایه روشن این ساختمون اون باشه. به خاطر همین یه مقداری زردی این ساختمون رو شاید افزایش بدم، خیلی کم. این دیگه به صورت تستی شما باید امتحان کنید ببینید که آها چه رنگی بهتر بهش میاد. خب من این رنگ رو انتخاب میکنم. دقیقا در همین سطح از لایه ها یک خونه دیگه هم در این قسمت، یک ساختمون دیگه هم ترسیم میکنم و در کنار این یکی دیگه به این شکل. در قسمت سمت چپ هم دقیقاً ما باید همین کار رو انجام بدیم. اگر دوست داشتین یه مقداری عمق لایه ها رو بیشتر کنیم خدمتتون الان میگم باید چی کار کنیم. حالا من چند تا ساختمون اینجا هم بکشم، یه دونه اینجا، یکی هم در اینجا میکشم. مقداری اون رو با گرفتن شیفت میتونم در یک جهت عکس رو بزرگ یا کوچیک کنم. یکی دیگه هم در این قسمت میکشم و یکی هم در این قسمت. خب به این شکل خیلی عالی این کار رو انجام دادیم. همونطور که میبینید یه قسمت هایی از تصویرتون دچار یه سری ناهماهنگی ها شده. حالا ما میتونیم با جابجا کردن بعضی از این اشکال اونها رو اصلاح کنیم خیلی راحت. ببینید مثلا این قسمت احتیاج داره به کمی بزرگ شدن. ما این امکان رو میتونیم با گرفتن شیفت و کشیدنش پایین‌تر درست کنیم. کلید اوکی رو میزنم، میریم سراغ این یکی عکس، شیفت رو میگیرم میکشم بالا و در اینجا رها میکنم که قشنگ مماسه تصویرم کار کرده باشم. کنترل تی یه مقداری میکشم پایین‌تر، یه خونه میبرمش بالاتر، کنترل تی به این شکل. همونطور که میبینید الان قاب تصویر من خیلی منظم و یک دست شد. حالا ببینید بچه‌ها، موضوع بعدی که دوست دارم باهاتون راجبش صحبت کنم بخشی هستش که شما باید یه مقداری کارتون رو طبیعی تر کنید. حالا اشکال دیگر رو اضافه میکنیم، ولی قبل از اون بیاید کاملا این بخش ساختمون ها رو تکمیل کنیم بعد بریم سراغ کار دیگه. اگه یادتون باشه گفتیم کاش بیایم اینها هم یک لایه‌ای براشون مشخص کنیم. خب من روی این مستطیل کلیک میکنم، خیلی راحت دبل کلیک میکنم، رنگش برای من اینجا باز میشه. یک مقداری اون رو تیره تر از این حالت کناریش میکنم. اگر هم خواستید میتونید خیلی راحت اونها رو کمی جابجا کنید. همونطور که میبینید این حالت لایه‌ای خیلی کمک میکنه به کار شما. این پایینی هم من از همین الگو برمیدارم به این شکل. این رو هم میتونیم این کار رو کنیم دیگه، دست خودتونه، به سلیقه خودتون میتونید هر کدوم از اینها رو رنگاش رو تغییر بدیم. به این شکل تونستیم این کار رو انجام بدیم. حالا بچه‌ها بریم سراغ یک سری چراغ‌ها و روشنایی هایی که دوست داریم در کارمون استفاده بشه. برای این کار روی لایه اول وای میسم که بالای تمام لایه ها کارم رو بخوام انجام بدم و شروع به کشیدن یک سری باکس ها میکنم به سلیقه خودم به این شکل. میام میگم که رنگ چراغ ساختمان تو این حالت مه‌آلود میتونه چه رنگی باشه. دبل کلیک میکنم که بتونم ببینم پریویو رو. خب یه مقداری اون رو تیره تر میکنم، میخوام حالت کرمی رنگی داشته باشه به این شکل. حالا از همین لایه میتونیم یک لایه گروپ بسازیم، اینو بندازیم داخل اون و توی همین لایه گروپی که داریم کپی های بعدی رو هم انجام بدیم. به این شکل مثلا من میتونم این رو حالا
تکثیر کنم. حالا به صورت دستی من این کار رو میکنم که شما هم خیلی مرتب توی جریان کار قرار بگیرید. خب به این شکل ما میتونیم به طور مثال رنگ اون چراغ‌های ساختمون رو بسازیم. حالا میریم سراغ این یکی. کلا مجموع این ستا رو من یه گروه میکنم، اسمشو میذارم نور. لایه گروه بعدیم رو ایجاد میکنم و توی اون گروه مستطیل های این شکلی در این ساختمون ایجاد میکنم. از اینجا رنگش رو میتونم برداشت کنم مثل رنگ اون چراغ باشه. با استفاده از ابزار موو میتونم اون رو یه مقداری جابجا کنم و با گرفتن آلت شما میتونید کپی برداری کنید. اگر شیفت رو هم همزمان نگه دارین که این کار رو خیلی منظم میتونید انجام بدین، یعنی اینکه در راستای یک خط جابجایی داشته باشید. خب پس این هم چراغ‌های این بخش ساختمان. این سه تا گروه رو هم من یک گروه میکنم به این شکل. اما ساختمون هر چقدر دورتر میشه چراغ‌های کوچیکتری رو شامل میشه. به خاطر همین برای ساختمون بعدی میتونیم با استفاده از همین رنگ یک سری چراغ‌های مربعی کوچیک ایجاد کنیم به این شکل. وی رو اگر بزنید ابزار موو تولزتون فعال میشه، آلت رو نگه دارین شکل موز به این شکل میشه و معنیش این هستش که کپی میخواد برداشت کنه. شیفت رو همزمان میگیرم که در راستهای درستی این کار برای من انجام بشه. همونطور که میبینین به این شکل من دارم راحت کارم رو گسترش میدم. ببینین به این شکل. قسمت بعدی دوباره روی این ساختمون ها یک سری از این کارها رو میتونیم انجام بدیم. از اینجا تا شیفت رو نگه میدارم تا لایه 17 هم کلیک میکنم همشون انتخاب بشه و گروپ میکنم. میریم سراغ مستطیل های این ساختمون. دوباره چراغ های مربعی برای اون در نظر میگیرم به این شکل. رنگ چراغ ها رو میتونیم از چراغ های قبلی برداشت کنیم این شکلی و با استفاده از آلت و شیفت در یک راستا اونها رو گسترش میدم به این شکل. حالا میتونید این کار رو خیلی منظم یا یک مقداری با فاصله کم و زیاد انجام بدیم به این شکل. همونطور که میبینین از لایه تقریبا یه مقداری این کار رو اشتباه انگار انجام دادیم. خب ببینم تا کجا این چراغ ها هستن. تا اینجا. اولیش هم که اینه، آخریش هم اینه. شیفت رو میگیرم اینها هم گروپ میکنم و میکشم میارمش اول کار قرارش میدم که مثل بقیه بشه. اینو میکشم میذارم کنارش. حالا میتونم تکی هم کار بکنم، مشکلی نداره. اوکیه به نظرم دیگه اوکیه، مشکلی دیگه نداره. خب بریم سراغ این لایه بالایی که ایجاد کردیم در اینجا. برای این هم میخوام یک مستطیل در نظر بگیرم، بالای اینها قرار میگیرم و مستطیل خودم رو یا مربع خودم رو فعال میکنم و به این شکل برای این هم یک نور در نظر میگیرم. برید جا به جاش که کنیم میتونیم جای درستی براش پیدا کنیم. یه دونه هم اینجا باشه، یه دونه هم اینجا باشه. خیلی هم عالی به این شکل. و در نهایت این ساختمون آخری هم این را هم گروپ میکنم که مرتب بشه.
ساختمون آخر هم یک سری مستطیل ها و مربع های کوچک براش در نظر بگیریم بد نیست. به این شکل. خب همونطور که میبینین یه قاب خیلی باحالی برای ما ایجاد شده. حالا بریم سراغ مراحل بعدی کارمون، ببینم چقدر 20 دقیقه از زمانمون گذشته. خب بریم سراغ مراحل بعدی، اضافه کردن ابرها به کارمون. خب ابرها رو به این شکل من انتخاب کردم، فایلشون رو براتون قرار میدم، شما میتونید استفاده کنید. اگر هم نخواستین از ابرهایی که من گذاشتم استفاده کنید، خیلی راحت میتونید از سایت هایی مثل فریپیک کلود رو سرچ کنید و ابر مد نظر و مورد علاقه خودتون رو، اون چیزی که دوست دارید رو برای کارتون انتخاب کنید. خب من میام قسمت آبی این تصویر رو میخوام از بین ببرم که سلکت هم خیلی بهتر جواب بده. به خاطر همین به این شکل انتخابش میکنم و کلا بخش بک‌گراند کار رو دیلیت میزنم، کنترل دی میزنم. از این قسمت من این رو کاملا به این شکل برداشت میکنم و با موس به صفحه کارم منتقل میکنم. کنترل تی میزنم که این مقداری کوچیک بشه، خیلی بزرگ بود. به این شکل و اوپاسیتی اون رو کاهش میدم به این شکل تا در کار من یک همچین رخی بگیره به قولی. خب حالا از انواع مدل هاش میتونم استفاده کنم. مثلا کنترل دی میزنم که دیسلکت کنه کارم رو، دوباره با استفاده از وی اون رو به صفحه کارم میبرم و اینجا رها میکنم، قرارش میدم در اینجا، اوپاسیتی رو کاهش میدم تا به این شکل در بیاد. خب میتونیم یک کپی هم از این بگیریم برای اینجا و خیلی اون رو کوچیک کنیم. جای کارمون قرارش بدیم این رو. به این شکل. یک کمی عمق هم اگر خواستیم بدیم یه مقداری این جلویه رو میتونید روشن‌تر کنین، اون عقبی ها رو محو‌تر. به این شکل. خب برای ستاره شما میتونید روی لایه اول قرار بگیرین که روی همه لایه ها باشه با استفاده از رنگ سفید و اندازه براش خیلی کوچیک یک سری نقاط ایجاد کنید. خیلی راحت این کار رو میتونید انجام بدین. فقط این که باید رنگ سفید باشه و بقیه تنظیماتش ببینم درسته. بله مشکلی نداره. خب یک لایه من ایجاد میکنم روی همه لایه ها که اوپاسیتیش در این قسمت 100 باشه. براش رو انتخاب میکنم و اندازه براش رو خیلی کوچیک میکنم که بتونم نقطه سفید ایجاد کنم. اونطور که میبینین میتونه یک سری ستاره ها مثلا برای ما ایجاد کنه. به این شکل. توصیه من اینه که خیلی کوچیک باشه، خیلی شکیلتر و به قول زیباتر. به این شکل میتونیم ستاره ها هم
انتخاب کنیم. بریم سریع سراغ مراحل بعدی. اگر خسته شدین ویدیو رو سیو کنین، حتما یک استراحت خیلی کوتاه کنین، برگردین که با ادامه این کلیپ همراهتون باشم، چون که خیلی به هر حال کار تخصصی و باحالیه، به خاطر همین ممکنه یه مقداری زمان بر باشه. پس حتما با حوصله این آموزش رو ببینید. خب لایه بعدی رو روی تمام لایه ها ایجاد میکنم و اسم اون رو کرکره میذارم که از این به بعدش رو بتونیم تشخیص بدیم کرکره. و از این بالا شروع میکنم به کشیدن باکس های مشکی رنگی که به این شکل قرار میگیرن. خیلی راحت رنگش رو از اینجا مشکی میکنم و دستم رو با کشیدن کنترل رو با گرفتن کنترل و آلت و شیفت به این شکل منظم کارم رو انجام میدم. خیلی کار راحتیه، اصلا واقعا سختی نداره که بخوای راجبش فکر کنیم. به این شکل میتونید شما این کار رو گسترش بدین. روی 13 پیکسل قفل میکنم. از این کرکره تا این کرکره رو با هم این دفعه شیر میکنم به این شکل 13 پیکسل. همین کار رو باید ادامه بدیم تا یه مقداری پایین تر. بخاطر همین من این 1 2 3 تای آخر رو میگیرم، میارمش پایین، میذارمش توی این فاصله به این شکل. حالا کار بعدی که باید شما انجام بدین این هستش که یک دسته‌ای برای این کرکره‌تون ایجاد کنید. خب برای ایجاد اون روی لایه اول کلیک میکنم، یه لایه بالاش میسازم و اون رو یک مستطیلی در نظر میگیرم که به این شکل تا پایین ادامه داره. رنگش رو مشکی میکنم و به این شکل خیلی راحت این کار رو انجام میدم. یک دسته‌ای میخوام این پایین قرار بگیره. شما میتونید با استفاده از دایره این کار رو انجام بدین. ببینید من شیفت رو با آلت و همزمان میگیرم که یک دایره منظم انجام برای من ایجاد کنه. ببینم اینجا یه لایه جدید بسازم. مشکیش هم باید کنیم به این شکل. دایرم رو بکشم و با استفاده از V اون رو جابجا میکنم به این شکل. حالا شما میتونید این رو یه مقداری دفرمه کنید، یعنی شکل و ظاهر اون دایره رو هر جور که دلتون میخواد تغییر بدین. منظورم از دفرمه کردن همین هستش. مثلا این قسمت رو بگیرین یه مقداری، حالا هر چیزی میتونید تغییرش بدین، یه مقداری این شکلیش کنین. حالت تخم مرغ میخوام به خودش بگیره به این شکل. ببینین این حالت رو برای اون در نظر گرفتم. حالا یه کمی هم میتونید بالاتر ببرین که بهتر بشه. خب پس این میشه تا اینجای کارمون. کرکره هامون هم ایجاد کردیم، فقط بخشای نهایی مونده. دیگه کار خاصی نداریم. میریم سریع توی سرورک‌های قبلی یکی از این انواع کاکتوس رو برای این کار در نظر میگیرید. بسته به سلیقه شما هر کدوم باشه هیچ تفاوتی نداره. شما میتونید هر کدوم از اینها رو انتخاب کنید. خب من صلاح هم این هستش که حالا یه دونه گلدون انتخاب کنیم که برگاش به این صورت سوزنی شکل باشن. روی شکل اصلی قفلش رو باز میکنم و این عکس رو کاملا انتخاب میکنم. با استفاده از سلکت هم اون رو به صفحه کارم میبرم. همونطور که میبینین خب بک‌گراندش سفید هست. ما باید کل بک‌گراند سفیدش رو از بین ببریم. خیلی راحت با استفاده از ابزاری مثل ماجیک واند این کار رو انجام میدم. کنترل دی میزنم و میخوام کلا سیاه باشه. شما از ابزارهای مختلفی میتونید استفاده کنید. من توی این آموزش مثلا میام از هیو و سچورشن استفاده میکنم. اون رو در لایه پایینش ماسک میکنم و تا انتها قسمت لایتنس رو
کاهش میدم. همونطور که میبینید یک حالتی به این شکل به خودش خواهد گرفت. خب اون رو میارم در پایین کار قرار میدم، کوچیکترش میکنم که زیاد جزئیات ملموسی نداشته باشه. به این شکل اون رو در این قسمت از کارم قرار میدم. حالا میتونید یه مقداری بزرگترش هم بکنید. به این شکل. خب بریم سراغ گربه‌مون. من این گربه رو اوکی کردم، آماده کردم. اون رو و لایه پایینیش رو با هم مرج میکنم و میکشم میارمش در صحنه کارم قرارش میدم. همونطور که میبینید بچه الان اینم کلیپی ماسک اتفاق افتاده. کنترل زد میزنم برمیگردم یه لایه بالاش میسازم، بعدش اون گربم رو وارد میکنم که اتفاقی برای اون نیفته. نکنید وقتی من این المان رو به تنهایی تغییر میدم در این قسمت W تغییر میکنه. خب به خاطر هم یه منفی پشتش قرار بدم اون رو معکوس خواهد کرد. کنترل T میزنم، گربم رو کوچیک‌تر میکنم و به این شکل در کارم میخوام از اون استفاده کنم. خب یه مقداری حاشیه‌اش انگار سلکت تمیزی نداره. خب به خاطر همین اجازه بدید من این تیک کویک ماسک رو بردارم. ای رو میزنیم، قسمت های اضافه رو پاک میکنم. خب به این شکل کار ما تکمیل شد. خیلی کار باحالیه. حالا شما میتونید بجز این گربه از هر نوع مدل گربه‌ای که دوست داشتین استفاده کنید. مثلا من اینجا کت سرچ میکنم، انواع مدل گربه رو برای من خواهد آورد. حالا از هر مدل شما خواستید با استفاده از همون حالتی که بهتون گفتم بابت گلدون باید چی کار کنین، میتونید از این عکس ها استفاده کنین و هر مدلی که دلتون خواست رو به نوعی در کار خودتون استفاده کنین. هیچ تفاوتی نداره. شما از هر مدل که خواستین میتونید استفاده کنین. ممنون که تا آخرین کلیپ همراه من بودید. اگر خوشتون اومد از سبک آموزش من لطفا من رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید، لایک بزنید، کامنت بذارین. کار زیادی نیست از شما، شاید سر هم چند ثانیه وقت بگیره ولی برای من دنیای ارزش داره. پس منتظر لایک و کامنت های شما هستم. البته که اگر سوالی دارین راه ارتباطی من و شما حتما از طریق کامنت خواهد بود. به خاطر همین در کامنت هر سوالی دارین بذارین که من جواب تک تک اونها رو خواهم داد. به امید روزهای بهتر و آموزش‌های جدیدتر شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.